از قسمت اولش They both die at the end. That's the name of the book. این اسم کتاب هست. They both die at the end. هر دو در نهایت میمیرند. آدم سیلورا، نویسنده آدم سیلورا هستش. September 5th, 2017, Matthew Torres, 12:22 a.m. در تاریخ 5 سپتامبر 2017 متیو تورز در ساعت 12:22 بامداد این رو داره برای ما میگه. چی داره میگه؟ این که الان قراره بخونم. من سعی میکنم یه کمی آرومتر بخونم برای عزیزانی که حالا یه خورده شاید انگلیسی ضعیف، حالا هرچند که من فارسیش رو هم براتون میگم. Deathcast is calling with the warning of a lifetime. قاصد مرگ در حال زنگ زدن است. Deathcast بچه ها به معنی قاصد مرگ. is calling with the warning of a lifetime. Warning هشدار، اخطار، و میخواهد اخطار مرگم را بدهد. I'm gonna die today. من قراره امروز بمیرم. I'm gonna die today. من قراره امروز بمیرم. Forget that. فراموش کنین چیزی که گفتم یعنی فراموش کنین که قاصد مرگ اومده به من گفته امروز قراره بمیرم. Forget that. Warning is too strong. کلمه اخطار یه کلمه قوی هستش، یه کلمه خاصیه. A word since warning suggests something can be avoided. اخطار کلمه خاصیه که وقتی بخوای به کسی بگی از چیزی دوری بکنه، avoided، دوری بکنه ازش استفاده میکنیم. پس داستان از اینجا شروع شد که قاصد مرگ اومده و به متیو تورز که نصف شب داره با خودش حرف میزنه، این در واقع با ما داره صحبت میکنه، بهش گفته که امروز آخرین روز زندگیشه و قراره بمیره و او داره میگه که این وارنینگ چه حسی داره. در مورد حسش بچه ها میخواد به همون بگه. Like a car honking at someone who's crossing the street when it isn't. دیر نکنین اگه صدا خرابه یا این کار هانکینگ بچه بوغ، هانک به معنی بوغ زدنه، کار هانکینگ بوغ زدن. میگه چی؟ میگه like a car honking at someone who's crossing. who's crossing یعنی کسی که از خیابان میخواد عبور بکنه. اینترنت خیلی ضعیفه، قطع میشه، متاسفم واقعا. اینترنت شما شاید ضعیف باشه، نمیدونم بقیه چطوره بچه ها؟ شما هم بقیه اینترنت ندا جان، اینترنت شما احتمالا ضعیف عزیزم، چون دارن بچه ها میگن که خوبه. خب پس میگه چی؟ میگه اخطار یا همون هشدار. الان بهتر شد، خب خدا رو شکر. اخطار یا همون هشدار مثل بوق ماشین میمونه که برای کسی که داره از خیابان عبور میکنه. Someone who's crossing the street when it isn't their light. وقتی که چراغ قرمزه و اون ماشینه بوق میزنه and giving them the chance to stop back و بهش این فرصت رو میده که یه قدم برگرده عقب، یعنی خودشو کنار بکشه در واقع. This is more of a heads up. Heads up بچه دوباره به معنی همون warning هستش، به معنی همون اخطار هستش. warning اخطار، heads up اخطار. میگه this is a more of a heads up. اما این بیشتر برای اطلاع رسانیه، یعنی همون کاری که اون ماشین انجام میده بیشتر برای اطلاع رسانیه. The alert, a distinctive and endless gong. میگه صدای زنگ distinctive منحصر به فرده
و endless و پایان ناپذیره. این صدای ناقوس پایان ناپذیره. گانگ بچه ها به معنی صدای زنگ هستش. endless به معنی بی نهایت هستش. دیتکتیو منحصر به فرد. پس میگه این بیشتر برای اطلاع رسانیه. like a church bell church بچه به معنی کلیسا. like a church bell حالا به معنی ناقوس کلیسا، زنگ کلیسا. like a church bell 1 block away is blasting from my phone on the other side of the room. میگه شبیه مثل زنگ کلیسا یا ناقوس کلیساست که از یه چهارراه اون طرفتر از موبایل من داره پخش میشه و با صدای بلندی اون گوشی من از اون سمت اتاق داره اون ناقوس کلیسا رو پخش میکنه برام. یعنی یه چیز اذیت کنیه، یه چیز ناراحت کننده ایه. I'm freaking out already. یه من کاملا دیوونه شدم یا ترسیدم. freaking out به من یه ترسیدنم بچه. thoughts immediately drowning out everything around me. 100 thoughts. صدها فکر تو سر من میاد بلافاصله. immediately یعنی بلافاصله تو سر من میاد که چی؟ و این فکرها، همین فکرهای ناخوشایند منو تو خودشون غرق میکنن، منو اطراف منو گرفتن around me و drowning و منو دارن غرق میکنن. I bet شرط میبندم. I bet بچه یعنی شرط بستن. کلا به معنی شرط هر چیزی که تو ذهنتون میاد شرط بندی کردن. I bet به معنی همون شرط بندی کردن. I bet this chaos in آشوب is what the first time skydiver feels as she is plummeting out of plane. شرط میبندم این همون آشوبیه، این همون بحرانیه که یه چترباز اولین بار که میخواد از هواپیما به پر پایین اون رو احساس میکنه. Or a pianist playing his first concert. یا اینکه پیانیستی که برای اولین بار کنسرتش رو میخواد اجرا بکنه. Not that I will ever know for sure. هرچند که دیگه هیچ وقت فرصتش رو ندارم که بفهمم واقعا اینجوری هست یا نه. تا همینجا رو فعلا داشته باشیم.